سوال 39: آیا ملت باقی مانده است که الله سبحانه و تعالی به آنها رسول نفرستانده باشد که این رسولان آنها را به عبادت یگانه الله سبحانه و تعالی فرا خوانده باشند و از طاغوت آنها را باز داشته باشند؟ جواب: نه، یگان ملت باقی نمانده است که بر آنها رسول فرستانده نشده باشد. الله به هر ملت پیامبر فرستانده است که آنها را به عبادت خود بخوانند، فرا بخوانند و از طاغوتان آنها را باز دارند. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید: ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و البته به هر امت پیامبر فرستادیم، اینکه الله را عبادت کنند و از طاغوت دوری بجویند. سوره نحل آیه 36. پس هیچ ملت نیست مگر اینکه الله سبحانه و تعالی بر آنها پیامبر فرستانید. از برای هر امت رسول هست که آنها را به سوی توحید، به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی بخوانند و آنها را از شرک، از طاغوت پرستی باز بدارند. به این واسطه پیامبران بر همه مردم حجت برپا شده است و کسی دیگر دعوای عذر هم ندارد.